خدای فرزندی به من بده که سالم در جسمش باشه، صالح در اخلاقش باشه، مصلح و مفید برای جامعهش باشه. اشکال نداره خوشگلم باشه. چه اشکالی داره؟ ولی اگه خوشگل باشه صالح نباشه چی میشه؟ خوشگل باشه سالم نباشه چی میشه؟ خوشگل باشه جذاب باشه منحرف بشه چی میشه؟ خیلی از اونهایی که زیبان فریبشون میدن، تو برای هنرپیشگی خوبی، تو برای خوانندگی خوبی، تو برای تبلیغات نمیدونم روی شامپو و صابون لوکس خوبی، تو برای فلان خوبید، تو برای مد لباس خوبید،